ستاد بین اداره‌ی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 12 ایون خبر داد که روز یکشنبه در جریان عملیات مخصوص در شهر خورخ مسلم شیرزمانوف برادر علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی یک ائتلاف فعلا در تاجیکستان ممنوع نیروهای اپوزیسیونی نیز دستگیر شده است. بنا به اطلاع رسمی در جریان عملیات که با کشته شدن دو لیدر غیر رسمی محله اوپده خورسند مزارو و زوی رجبوف انجامید. 10 نفر دیگر از جمله مسلم شیرزمانوف دستگیر شدند. ستاد این 10 نفر را علاقه های جنایتی مزارو و رجبوف نام برده گفت. هنگام کوفتکوف از منزل استقامتی 2 نفر آنها امام نظر شوی شیرینوف دادد اتومات کلاشنیکوف با 3 تیردان و از خانه مسلم شیرزمانوف 1 عدد اتومات و 2 نارنجک یافتند که طبق طلبات قانون مصادره و حجتگذاری کرده شد. ولی علیم شیرزمانوف که اولو در پولشا به سر میبرد و مقامات قبلا اون را برابری و راهنمایی و حتی مبلغ گذاری اعتراضای خورخ و روشن ایبدار کرده بودند. ادعای مقامات درباره علاقه جنایی مزارو و رجبوف بودن برادرش امین طور در خانه شیروق داشتن او را قطعا رد میکند. علیم شیرزمانوف به پایگاه خبری بامداد گفت برادرش مسلم شیرزمانوف را که 56 سال داشت و در محله برخورخ زندگی میکرد صبح 12 ایون برای بازپرسی به مقامات دعوت کردند و او از بازپرسی دیگر برنگشته است. الکی بعد بازداشت مسلم از مقامات به خانه‌اش آمده گویا اتومات یافتند، مگر آدمی که به بازپرسی دعوت شده است در خانه‌اش سلاح پنهان کرده می رود. بعد کشتن باقر که در برخورخ جرأت میکند که در خانه‌اش سلاح نگاه بدارد. میگوید شیرزمانوف به گفته او برادرش در زمان فرمانده قسم نظامی مرزبانی بودن محمد باقروف در مرغوب رئیس ستاد اون قسم نظامی بوده است، ولی خیلی سال باز از خدمت حربی کنار رفته یک شرکت خرد ساختمانی داشت و با همین راه زندگیش را تامین میکرد. مسلم عضویت یگان گروه سیاسی یا جنایی نبود، یگانه جنایت وی این بود که برادر من است، میگوید علیم شیرزمانوف. علیم شیرزمانوف در گذشته یکی از رهبران حزب مخالف سوسیال دموکرات از سال 2017 به لهستان پناه آورده است. مقامات ماه چندین بار او را همراه باقر گنرال خولباشف و همسر سابق این گنرال الفت خانم محمدشاه و به تشکیل و رهبری اعتراضهای خورخ و روشن ایبدار کردند. ولی شیرزمانوف این اتهامات را رد کرده گفت مقامات به خاطر سفید کردن اعمال خود میخواهند پای او و پیمان ملی را به حوادث بدخشان بچسبانند.